یک بار دیگر از نمای بلندتر اینجا ماجرا آغاز شد. داستان طبق معمول رفت که گوساله را بلند کن. اینجا گوساله به گونه سالم در اختیار او قرار گرفت. 3 نفر روی سر داستان رسلانوف آمد. ببینید شما در تصویر و اجازه پیشروی را برای داستان رسلانوف نداد و سپاسگزار هستم از همکاران ما در بخش تکنیک که به این زیبایی تصویر از نماهای گوناگون به نمایش گذاشت. اینجا داستان نقشه بر زمین شد، اسب روی او قرار گرفت و یکی از بازیکنان تخار هم بله سبقت خودش هم نقشه هم تیمی است. کوانتای و عبدالوهاب تجربه بازی کنار هم را داره. کوانتای طبق معمول در زمینگیری یک سر و گردن بلندتر، چرخش تاکتیکی، مرد شماره 12 و قرقیزستانی بدخشان خود کوانتای دیوار دفاعی را ببینید، اجازه پیشروی را نمیده. خود بازیکنان بدخشان هم میدونن فرصت و اولین امتیاز برای بدخشان. کوانتای تقاس حمله بازیکنان تخار را میگیره، در کمتر از 3 دقیقه هم دست به این کار میزنه. بدخشان 1 تخار 0. بوسه‌باران میشه از سوی کادر فنی تیم بزکشی بدخشان. تخار و بدخشان حالا گوساله به دایره برداشت قرار میگیره و بدون شک بله منصور بک مجددا به ویسلش میدمه و ببینیم که کدام پهلوان به نمایندگی از کدام ولایت موفق به بلند کردن گوساله خواهد شد. عتیق و گلبودین تاشخورخانی به محل برداشت خودش را رساندن. بلند کردن گوساله هم در این گیروبار کار فوق‌العاده سختی است. نجیب در تقابل با فرید پهلوان. نبود داستان رسلانوف روی انگیزه کوانتای تاثیر منفی نداشته و او به این شکل و با گرفتن امتیاز در برابر تخار انتقام میگیره. فرصت برای بازیکنان بدخشان، باز هم گوساله در اختیار این تیم هست و محصور میشه نجیب مختار. ایسم بصیر باباشور برای بدخشان گوساله را در تقامش قرار داده. دیوار دولایه‌ای تخار هم شکل گرفته ولی بصیر با تکرویش ادامه میده در نزدیکی دایره حلال. پرتاب هنوز انجام نشده. یاران تخار هم به محل امتیازگیری خودش را رساندن و از منطقه خطر دور میسازه بصیر باباشور را. همه پهلوانان به نمایندگی 2 ولایت روی گوساله هجوم آوردند و اجازه پیشروی را نمیده به بصیر باباشور. تخار در برابر بدخشان، شما بیننده بالاترین رقابت داخلی بزکشی کشور در همین مرحله گروهی هستید. من در قرعه‌کشی یادآور شدم که گروه بی رقابت ها گروه مرگ هست. موردی که شما در تصویر مشاهده میکنید، تقابل تخار و بدخشان فوق‌العاده حساس و هیجانی. فرصت برای بازیکنان بدخشان. گلبدین تاشقرقانی از سوی 2 پهلوان تخار محصور هست. 3می و 4می هم اضافه میشه و حتی 5می و گوساله به بیرون رانده میشه. منصور بیگ به ویسالش میدمه. یک لحظه چهره زبیر قیومی رئیس اسبق فدراسیون بزکشی بدخشان را در تصویر مشاهده کردید. مثل گذشته برای حمایت سرخپوشان بدخشان در محل برگزاری رقابت ها حضور پیدا کرده. باز هم در مسافه تن به تن کوانتای در برابر رشید پا به زمین بازی گذاشته. کوانتای میره که
زیرگیری را انجام بده نمیتونه. رشید دست به کار شده ولی او هم ناکام هست در امر بلند کردن گساله. یار شماره 2 تخار در برابر یار شماره 12 بدخشان یعنی رشید در برابر کوانتای موفق تر هست. کوانتای بگونه یه حسر به فردش گساله در اختیار داره، میره به سمت دایره حلال. آیا دبل خواهد کرد در برابر البته تخار یا خیر؟ بدخشانی که سالها داستانو کوانتای را در برابرش میدید این بار در کنارش میبینه و با همت این پهلوانان قرقیزستانی بدخشان خوب درخشیده تا اینجای کار. ولی بازم یادآور میشم مخاطبان خوب شبکه ملی اسپورت و رشته بزکشی تخار با میان نیست که یاران بدخشان در برابرش به آسانی و سادگی امتیازگیری بکنه. خود کوانتای به هر شکلی از خودش را به نزدیکی دایره حلال رسانده. خود کوانتای دست بردار نیست، خودش را بالای دایره حلال رسانده و دومین امتیاز برای بدخشان هست یا خیر؟ منصور بک باید صحنه را به بررسی بگیره. گساله امتیاز نیست، صحنه را به بررسی گرفت و عدم امتیازگیری کوانتای دستش بلند کرد. 10 دقیقه مثل برق و باد از نیمه اول میان تخار و بدخشان سپری شده و نتیجه به سود ارتش سرخ بدخشان هست. در سمت دیگر سبز پوشان تخار هم تیم فوق العاده خطرناکی نشان داده و بیشتر از یک بار اجازه امتیازگیری را به سرخ پوشان بدخشان نداده. بختیار پهلوان میره که یک ضد حمله تند و سری را طراحی بکنه ولی روح الله قیومی یک دیوار دفاعی مستحکم را شکل داد. بختیار مجبور کرد که گساله قبل از اینکه به بیرون خط بره در درون زمین رها بکنه. هنوز هم مشخص نیست گساله به گونی سالم در اختیار کدام پهلوان هست. حالا گساله به بیرون میره و منصور بک به ویسلش میدمه. چهره شمس الله پهلوان را در تصویر مشاهده میکنید. معمولا چاپاندازانی که البته ذکر پهلوان هست یار شماره 4 معمولا یادآور شدم که هر آن چاپاندازی که شماره 1 را بر تن داشته باشه کاپیتان پنداشته میشه و این یک اصل است در رشته بزکشی. بازی به گونه جیگ به جیگ از سر گرفته شده. باز هم کوانتای زمین گیری را انجام داده، میره به سمت دایره حلال. دومین امتیاز برای بدخشان در راه هست یا خیر؟ خود کوانتای باز هم دیوار دفاعی مستحکم تخار مانع پیشروی کوانتای شد ولی کوانتای دست بردار نیست، استمرار داره روی گساله و دوست نداره گساله که به مشکل در اختیار گرفته به سادگی از دست بده. خود کوانتای چه فیزیکی داره این بازیکن قرقیزستانی و همه پهلوانان تخار دیوار دفاعی را شکل داده. از ضد حمله برای تخار خبری نیست، تمام برنامهشان خنثی کردن ضد حملات تیم بزکشی بدخشان هست. حالا نجیب مختار گساله را در تقومش قرار داره، پر سرعت و با دقت به سمت دایره حلال. نجیب و امتیاز نیست. ضد حمله نجیب مختار هم کارساز نیست برای بدخشان. حسرت نجیب مختار و گساله‌ای که با تجربه کاربلد و میدان دیده تخارم در تصویر مشاهده میکنه در کنار غلام خدایی بدخشان.
همه پهلوانان روی گساله گرد هم آمدن تا زورآزمایی بکنن، قدرتشان را بر رخ حریف بکشانن، ولی اینجا گساله در اختیار نه چاپانداز بدخشان هست نه چاپانداز تخار. زورآزمایی میشه ولی مرد شماره 10 تخار یعنی گل محمد پهلوان گساله را در تقومش قرار داده. یکی از پهلوانان بدخشان که عتیق مختار هست دستش گیر داده و مانع پیشروی گل محمد پهلوان از تخار شده. فرید و عبدالوهاب هم نزدیک صحنه است. پهلوان رشید هم به نمایندگی از تخار اضافه میشه. گلبدین تاشقرغانی را ببینیم که با تمام توان رفته روی گساله و اینجا گساله به بیرون میره و باید باز هم از دایره مرکزی رقابت از سر گرفته بشه. بدخشان 1 تخار 0. باز هم در مسافه جیگ به جیگ قسمی که در تصویر دیده میشه کوانتای به نمایندگی است بدخشان وارد زمین شده. در سمت دیگر پهلوان رشید جوان و با وقار و با صلابت به نمایندگی از تخار. کدام یک موفق تر خواهد بود؟ کوانتای ثانیه شماری میکنه، خودش آماده میکنه. بله باز هم کوانتای تا الان 1 گساله را از نزد کوانتای پهلوان بدخش البته تخار نتونسته بلند بکنه و این کوانتای هست که قهرمان صحنه لقب میگیره روی رقابت جیگ به جیگ. خود کوانتای قرقیزستانی محصور میشه از سوی فرید و عبدالوهاب و رشید و بختیار، همیشون میریزن روی سر کوانتای و اجازه امتیازگیری را برای بار دوم نمیده. چه مسیر سخت و صعب العبور را در پیش رو داره کوانتای قرقیزستانی. برنامه قسمی است که فقط کوانتای باید تحرک بکنه و بجز یک ضد حملی که توسط نجیب مختار طراحی شد تمام ضد حملات را میخواین از جانب کوانتای صورت بگیره. باز هم نجیب مختار، باز هم تکروی، باز هم چرخش 180 درجه ای و او خوب بلد است که با چه شکلی کارش انجام بده. نجیب مختار باز هم ستاره لقب میگیره. امتیاز دوم برای بدخشان. نجیب مختار همه کاره بازکشی برای بدخشان. کریستیان رونالدوی بازکشی، آل راوندر بازکشی است. هم در حمله هم زمین فقط 1 اسم نجیب مختار. برادر او بوسه بارانش میکنه و میره به آغوش کادر فنی تیم بازکشی بدخشان. بدخشان 2 تخار 0. در وصف نجیب واژه کم آوردم روی او صحنه. بزرگی یک بازیکن هر نوع بازی امتیاز بگیره ولی اینجا در این چونین رقابت های سخت و نفسگیر فقط بازیکنانی چون نجیب هست که قهرمان صحنه لقب میگیره. از نماهای گوناگون باز هم نجیب را فقط مشاهده بکنید. فقط از مانع نجیب مختار و کوانتای در این بازی بزرگ و اینجا باز هم طبق معمول نجیب هست. اصلا در شرایط سخت و آسان امتیازگیری خوراکش است. باز هم کوانتای این بار ناکام هست در امر بلند کردن. تاشقرغانی هم خودش را میرسانه به محل برداشت. گساله هنوز هم روی دایرگی برداشت قرار داره. پهلوانان تخار هم خودشان را رساندن و اجازه پیشروی را نمیده به یاران بدخشان. علاقمندانی که در قسمت VIP هم نشسته هم بدخشان را تشویق میکنه هم تخار. علاقمندان غرق در شادی، یک تعدادی هم غرق در سکوت. باز هم کوانتای
باز هم در مسافه جیگ به جیگ رو در رو یا فیس تو فیس موفق هست. گلبدین از او پاس میخواید. آیا گساله بگونی سالم در اختیار گلبدین قرار میگیره یا خیر؟ گلبدین تاشقرغانی مرد شماره 4 تیم بزکشی بدخشان گساله را در تقویمش قرار داده. پرسرعت و با دقت به سمت دایره حلال، همه را او سمت به خودش میپیچانه. یکی از پهلوانان تخارم نقش بر زمین شده. گلبدین و چقدر بی دقت، امتیاز نیست، فقط یک اشاره کافی است تا بدخشان به امتیاز سوم دست پیدا بکنه، ولی یاران تخار نزدیک صحنه است و حتی اجازه بلند کردن گساله را نمیده به سرخپوشان بدخشان. انشالله که برای چاپانداز تخار مشکلی پیش نیامده باشه. آقای منصور بیگ به ویسالش دمیده و بازی باید از میانه های زمین به گردش در آورده بشه. کمتر از 8 دقیقه تا پایان نیمه اول. رقابت نفسگیر تنگاتنگ و دو طرف هم میان تخار و بدخار انگیزه ابتدای بازی را نداره و خالی کردن از نگاه انرژی. ولی ببینیم که در نیمه دوم چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. حالا درست است که بدخشان پیروز شده تا اینجای کار، ولی فراموش نکنید که تخار جانانه و بهترین بازی را، بهترین نمایش را از خود بجا گذاشته در برابر بدخشان. بدخشان یکی از سخت‌ترین بازی‌های خودش را در دور هفتم یما پترول لیگ ملی بزکشی کشور تجربه میکنه. باز هم دست درازی، باز هم از سوی سرخپوشان بدخشان. این بار باز هم نجیب مختار خودش را از گیروبار دور میکنه، صحنه را از نمای بلندتر بررسی میکنه. حالا ضد حمله را شکل میده، ولی دو بازیکن تخار آمد صد راه شد، سومی هم اضافه شد، ولی نجیب تا اینجای کار گساله را از دست نداده. عتیق برادر او پهلوانان تخار مصروف نگه داشت. فرصت امتیاز 4 برای بدخشان. گساله از دورترین نقطه بدخشان از واخان پرتاب شد. نجیب هم دبل میکنه در برابر تخار. 2 امتیاز قوانتای، 2 امتیاز نجیب. اینجاست که تفاوت حس میشه، اینجاست که نجیب نشان میده که الحق و الانصاف مرور بکنی. اینجا در چه شرایطی آمد، پرتاب را ببینید. وقتی نجیب به سمت دایره حلال میره، هواداران بدخشان خیالشان بابت کسب امتیاز تخت است. کمتر از 5 سیان نبرد دو ولایت همسایه در نیمه اول با برتری 4-0 تیم بزکشی تخار. البته بدخشان پوزش میخوایم. بدخشان یکی از سخت‌ترین بازی‌هایش دارد تجربه میکنه در این دور از رقابت‌ها. چهره داور مرکزی آقای منصور بیگ او هم کار آسانی در پیش نداره. بسیر را در تقویمش قرار داده. دوم به چه نتیجه هایی دست پیدا خواهند کرد؟ بریم به سمت ادامه کار در نیمه دوم. باز هم کوانتای زمینگیری را انجام داده. چه بازیکنیست این کوانتای، در آستانه هتریک قرار داره، هم کوانتای هم نجیب مختار. روز گذشته من یادآور شدم وقتی کوانتای و داستانو
نجیب و غلام خدایی و بصیر باباشور و گلبدین تاشقرغانی را بدخشان داره، خیالشان راحت هست، ولی اینجا به بنبست خورده تا اینجای کار و از اون پیروزی های پرگل خبری نیست برای بدخشان. تخار با اقتدار نشان داده علی رغم این که بازی را واگذار کرده، ولی هیچ چیزی از شایستگی تخار کم نخواهد کرد. فرصت برای بدخشان، موقعیت برای سرخپوشان زمین و باز هم منحرف میکنه چوباندازان بدخشان را. دفاع دولایه نه سلایه را ایجاد کرده بازیکنان تخار. بصیر باباشور گساله را در تقامش قرار داده. نجیب و عتیق و غلام خدایی همه او را یاری میکنه. باید بصیر را کمک بکنه تا پنجمین امتیاز رقم بخوره. پاس میده بر روح الله قیومی، یور شماره 5 تیم بزکشی بدخشان. موقعیت هنوز از دست نرفته برای ارتش سرخ و اینجا به هر شکلی است روح الله قیومی گساله را در تقامش قرار داده. دیوار دفاعی و مستحکم تیم بزکشی تخار مانع پیشروی روح الله قیومی شده. حالا گساله به بیرون میره. اوج هیجان را در تصویر مشاهده میکنید. همه به پا ایستادن تا حتی یک ثانیه بازی را از دست نتن. خوانتای گفت و شنودی هم داره با روح الله قیومی. هموطنش در ابتدای بازی دچار مصدومیت شد، از ناحیه دست و به شفاخانه انتقال داده شد. تا حالا از وضعیت صحی دستان اطلاعی در دست نیست و همین که در دسترس ما قرار بگیره به سمت شما خواهیم رساند. بریم مرور بکنیم ابتدای بازی رفت و سمت البته گساله را به خوبی هم برداشت، ولی اینجا بوسه و داستان زیر اسب خودی قرار گرفت. اسبا هم که وزنش نمیدانم به چند تن میرسه. اسبایی که شما در تصویر مشاهده میکنید خیلی کوچک و ضعیف معلوم میشه، ولی اگر شما به گونه زنده اسبا را ببینین نزدیک به 2.5 متر فقط قد داره اسبای بزکشی. خود گلبدین تاشقرغانی پرسرعت تالا در برابر تخار دستش به امتیازگیری باز نشده. خود گلبدین پرتاب امتیاز هست یا خیر تا الان مشخص نیست. بله امتیاز پذیرفته میشه سوی منصور به پنجمین امتیاز توسط گلبدین تاشقرغانی برای بدخشان رقم میخوره. بدخشان 5 تخار 0 از 5 امتیاز 2 امتیاز سهم نجیب مختار، 2 امتیاز سهم کوانتای و 1 امتیاز سهم گلبدین تاشقرغانی. کاپیتان اسب یک بار دیگر با هم مرور بکنیم. گساله اش نبود که تبدیل به امتیاز بشه، ولی اینجا پای گساله روی خط دایره بود، ولی گساله دودله بود که تبدیل به امتیاز بشه یا خیر. تصمیم گرفت که برای بعد باز هم بازی از سر گرفته میشه. کمتر از 26 دقیقه تا پایان کار. باز هم خوانتای این بار ناکام هست در امر بلند کردن. غلام خدایی و بصیر باباشور، بصیر گساله را بلند کرده. پهلوانان تخار هم از راه رسید و اجازه پیشروی را نمیده به بصیر باباشور. ایسا هم گساله در اختیار یاران تخار قرار داره. مرد شماره 6 تیم بزکشی تخار بختیار پهلوان، بازیکن بیرون مرزی تخار، پرتاب نمیشه. گساله را در تقامش خنثی کرده نجیب مختار.
گساله در تقوم بختیار قرار داره، ولی نجیب مختار از همو فاصله خودش را رسانده و دستش گیر داده به گساله. باز هم بختیار بازیکن خطرناکی نشان داده در ترکیب تخار. پاس میده به رشید پهلوان، بازیکن جوان و تنومند تیم بزکشی تخار. از کنار خط یک ضد حمله تند و ضریح استارت زده، ولی سرور بلخی اجازه پیشروی را نمیده به او. ضد حمله برای تخار خونسا شد روی او صحنه و باید از صد دیوار مستحکم بدخشان به اسم سرور بلخی عبور کنه یاران تخار. بازی به گونه جیک به جیک، رو در رو یا تن به تن آغاز شده. باز هم یاران تخار گساله را بلند کرده. مرد شماره 4 زکر پهلوان هست، ولی او سمت نجیب هم دستش گیر داده. نجیب از صحنه دور میشه. گلبدین تاش قرغانی میآید، روی اسب زور آزمایی میکنه با زکر پهلوان. گلبدین گساله را در اختیار میگیره. چرخش تاکتیکی، چه بازیکنی است! بی دلیل نبوده که کاپیتان یما پترول لقب میگرفت همیشه و به عنوان کاپیتان وارد زمین میشد. گساله به بیرون رفت و منصور بیگ به بیسالش دمید. حضور گسترده علاقمندان موشگافانه بررسی میکنه بازی را و پرداختند. خوانتای باز هم در مساف با بختیار پهلوان. بختیار این بار موفق به در میآید، گساله را در اختیار داره. مرد شماره 6 تیم بزکشی تخار استارت زده، گساله را به گونه منحصر به فرد در تقمش قرار داده، میره به سمت دایره حلال، ولی باز هم نجیب هست که مزاحمتی را ایجاد میکنه برای بختیار پهلوان. بختیار آزار داده پهلوانان بدخشان را و روی 2-3 صحنه ای است که ضد حمله را طراحی میکنه، ولی خونسا میشه از سوی پهلوانان بدخشان. نمای دیگر از محل برگزاری رقابت ها، حضور گسترده مردم. خوانتای از مورد تشویق قرار میگیره. آقای منصور بیگ بازی را از میانه های زمین به گردش در خواهد آورد. در تصویر شما حضور کودکان را مشاهده میکنید. آمدند و باز هم یادآور میشم عشق مردم افغانستان به ورزش و مخصوصا بزکشی را نشان میده. تصویر مثبت، چهره مثبت است کشور عزیزمان افغانستان زیبا. باز هم بازی به گونه جیک به جیک از سر گرفته شده. باز هم خوانتای هست که به صحنه حضور داره. در سمت دیگر یار شماره 4 زکر پهلوان. خوانتای باز هم میره که زمینگیری را انجام بده، ولی
زکر اجازه ای کار نداده. ببینید که با چه مهارت کوانتای اسب زکر را منحرف میکنه و خودش را آماده بلند کردن. گساله را چقدر به سادگی برای خودش برابر میکنه تا بلند بکنه، ولی اینجا زکر پهلوان باز هم دستش گیر میته روی او صحنه. فرصت برای تخار و گساله‌ای که باز هم به بیرون رفت. باز هم چهره هواداران خردسن به محل برگزاری رقابت‌ها، حتی هوای سرد هم مانعی حضور علاقمندان مخصوصا کودکان به محل برگزاری رقابت‌ها نشده. بازی باز هم به گونه جیگ به جیگ از سر گرفته خواهد شد. یکی از بدخشان، یکی از تخار. باز هم کوانتای نزدیک صحنه. در سمت دیگر این بار فرید پهلوان به نمایندگی از تخار. فرید کوانتای الدوتا هم تیمی بودند در دوره‌های گذشته و در ترکیب تیم بزکشی یما پترول بود، ولی اینجا در برابر یکی دیگرشان ایستادند. فرید در ترکیب تخار و کوانتای در ترکیب بدخشان. خود فرید پهلوان استارت زده به سمت دایره حلال، ولی با 3 چاپ انداز مانع نفوذ او میشه. منصور بیگ هم صحنه را از نزدیک دنبال میکنه. خود فرید پهلوان، باز هم نجیب مختار و گلبدین تاشقرغانی از راه میرسه و اسب فرید را منحرف میسازه و به بیرون میرانه. چهره گلبدین تاشقرغانی را در تصویر مشاهده میکنید. یار شماره 4 و بازیکن زبده بدخشان. باز هم پاس میته به سرور بلخیس یا دیگر چاپانداز. باز هم گساله برای تخار، بختیار پهلوان و اینجا گساله به بیرون رفته. حالا یار شماره 9 بدخشان شهاب پهلوان هست که گساله را از دست داد روی او صحنه. کمتر از 3 دقیقه تا پایان کار بدخشان با این نتیجه به دومین پیروزی خودش دست پیدا کرد. ولی اینجا تخار در اولین بازی را واگذار کرد، با نتیجه بعد هم واگذار کرد. گلبدین تاشقرغانی. فرصت برای بازیکنان بدخشان و باز هم با 4 یار مانع نفوذ گلبدین شده روی او صحنه. چهره گلبدین تاشقرغانی را در تصویر مشاهده میکنید. این بازیکن یکی از با تجربه ترین بازیکنان لیگ ملی بزکشی کشور است. او با تیم بزکشی کندهار هم به عنوان قهرمانی دست پیدا کرده و با تیم بزکشی یما پترول هم آیا برای بار سوم با تیم بزکشی بدخشان موفق به این کار خواهد شد یا خیر؟ باز هم کوانتای به نمایندگی از بدخشان و
و تیم هایی که فردا هم مسابقه داره یار شماره 2 تخار به نمایندگی از این ولایت با به زمین بازی گذاشته. مسابقه میان تیم های بدخشان و تخار. کمتر از نیم دقیقه تا پایان کار، نتیجه به سود تیم بزکشی بدخشان هست. ظاهراً که تیم بزکشی بدخشان با همین نتیجه تخار را شکست داده و به دومین پیروزیش دست پیدا میکنه. ثانیه های پایانی رقابت تخار و بدخشان و پایان این بازی میان این دو تیم با برتری